مسترابی عرق سنگی دیگه بهم بده. عرق سنگیاتون همه شو قاطی داره. به نظر من که کافیه دیگه. آره مستراب چون شر کافی عرق میاد. شما مجردین آقا؟ نه متعهدم. پس چرا انقدر عرق می‌خوری؟ تو متعهدی؟ خیر آقا. برای همینه نمیخوری. چطوره یکم گلاب بدم؟ گمات مگه اومدم فاتحه. کمک میکنه مستیتون بپره. بارمن قد تخمی آخه. مگه من چمه؟ فاز هرچی عرقی که میفروخی میپرونی. تخمی به جا تو باید زید اینجا باشه. چه آدم سگ مستی هم مستیتون. گمات من خب میدونم چونت میخواره برام پول. بیای فون. این که $1. تمکار الان چی؟ خب $1.25 که چی؟ تو شرف اف بی آی مست نیستم. بذار تست کنیم. خود چطوری گمات؟ اگه مست نیستی چند قدم رو به جلو حرکت کن. عزیزی ببین تو شرف اف بی آی. یا جیسس کرایست گوز بود. تو شرف اف بی آی. سلام سرکار مرسی برای امنیت و اینا. ناموسن اف بی آی یه چونی هم توش نیست. مدارک لطفا. باشه جناب سروان در خدمتیم. میگم این مدارک تو بار تو کلیسا جا گذاشته. کجا جا گذاشتی؟ تو کلیسا وقت دعا و اینا. احساس میکنم شما مستین. من کشیشه. بوی عرق سگی میاد. ای بو عرق نیست بو کافور داشتیم مرده میشستیم تو کلیسا دیگه بو گرفتیم. من بوی کافور رو تشخیص میدم. این مرحوم گواد عرق خور بود سنکوب کرد دیگه ما هم بوش گرفتیم. سرکار تو کلیسا در خدمت مگه خودت یا مادرت خواستید اعتراف کنید بیاین. شما مستی. به ناموس تعالی جز نوشابه زمزمی چی نخورد. تو مستی. گواد مستی چی گفتی؟ من کشیشم. بوی عرق سگی میدی تو. خب بذار از شو بگم. خب بگو. چی بگم؟ راستشو بگو. چون من کشیشم رفتم تو بار یه دختر خرابی بود در شب اومد اونجا میخواستم نصیحتش. خب چه نصیحتی بهش کردی؟ والا به شرفت گفتم این کارا آخر عاقبت نداره. بعدم لباساشو پوشید و رفت دیگه یه پولی هم دادم. واسه چی بهش پول دادی؟ تا دفعه دیگه هم بتونم نصیحتش کنم و به چیز راست هدایتش. دست تو کار خیره. آره بعدش عرق خوردی نه؟ من کشیشم عرق نمیخوره. چرا دهنت بو عرق میده؟ یکی دو فاز شده بود بهش نفس مصنوعی دادم دهنم بوشه گرفت. آره احیانا تو اون بار به اف بی آی فوش ندادی؟ نه ناموسه. گزارش دادن یه آدمی با قیافه شبیه تو به اف بی آی فوش میداد توی همون. احتمالاً باید زیادی حال کرده بود و مست بود برای همین فوش میده. اون چیه تو دستت قایم کرد؟ هدیه است. هدیه چیه؟ عزیزم این هدیه تهرانیه. رشوه به مامور اف بی آی؟ صبر کن. حالا چی باید چطوری ها؟ کثافت چرا اونجا تو نشون من میدی؟ گفتم شاید از این بیشتر خوشت میاد ها؟ تو مستی حروم زاده. بگم من کشیشم. احمق مست. کشیش کدوم کلیسا؟ فرسودیاس مقدس. تو مستی؟ نیستم. هستی. با شرف مادرت نیستم. در هر صورت شما بازداشت. تو شرف. هرچی که الان بگین بعداً در دادگاه علیهتون استفاده میشه. اصلا تو شرف اف بی آی چونی؟ حالا خودزنی میکنم میگم تو بودی ها؟ احمق بیشور شر شد واسم.